تا حالا به این فکر کردی که پشت پرده اکسپلور چی میگذره؟ پس بزن که بریم. اول از همه رفتم تدارکاتی که برای ویدیو لازم بود و خریدم و سری راه افتادم. چون مسیر طولانی بود اصلا نمیشد وقتا تلف کرد. به محض رسیدن بچهای تصویر وسایل آماده کردن که بریم کارو شروع کنیم. من و سوگندم پر انرژی تر از همیشه استارت زدیم. یه ذره بیشتر بازی کن. پشت صحنه‌های فیلم برداری واقعا خوش میگذره. سختی کار ما به جز هماهنگی اون قسمتیه که ساعت‌ها باید جلوی دوربین باشی. سوگند چرا حرف نمیزنی؟ همه سرت تو گوشیه. خب چیکار کنیم؟ اصلا کاری هست که بخوایم با هم انجام بدیم؟ اتفاقا هست. یه بازی کنیم. این دیگه چیه؟ اما فقط اگه عاشق کارت باشی میتونی بعد ساعت‌ها با قیافه خوشحال بیای جلوی دوربین. نه حداقل بیا اینجوری بزن منو. این بابا چی میشه؟ خستگی کارم اونجایی از تنت در میره که اینستاتو باز میکنی و میبینی کلی دوست جدید بهت اضافه شده. توی ولاگ دیگه میبینمتون.